یکی از موضوعهای تحقیق کرده شما ایکات یا نقش اطلس نسخه است. این شیوه نقش‌آفری که حالا در مود جهانی هم خیلی معروف شده است، از قدیم در نقش‌ونگار مردم تاجیک و ازبک هم جای داشت. آیا آموزش‌های شما درباره تاریخچه این نقش چی میگوید؟ Well, as a graduate student, I had the lucky opportunity of serving as an intern at the Metropolitan Museum of Art in New York. در دوره اسپیرانتورا من در استورخانه هنری شهر نیویورک کار کردم. آنجا در شعبه هنرهای اسلامی برای معرفی در این نمایشگاه برایم نمونه‌های از متا، سفال و شیشه دادند. من برای آموزش تاریخی نساجی به شعبه حفظ متاحف استورخانه نیویورک رفتم و با نبوکو کجیتانی کار کردم. در میان متاحف دوره اول اسلامی نمونه‌های از پارچه‌های اطلس نسخه ساختی یمن هم جای داشت. این باری اول بود که من با این متاح کار و آن را تحقیق کردم. از نزدیک نگاه کرده و ساختار آن و نسخه‌اش را تحلیل کردم. راه‌های به نقش و نگار تبدیل دادن خط عربی را آموختم. با این کارها در سالهای اولی اسپیرانتورا مشغول شدم. کاری اولم در استورخانه نساجی شهری واشنگتن بود. آنجا آنها مجموعه فوق‌العاده نمونه‌های متاحف اطلس نسخه ساختی یمن را در عصرهای 9 و 10 جمع آوری کردند. دیرتر من راه‌های استحصال متاحف اطلس نسخه را در عصر 16 گواتمالا، جزیره‌های سوندای اندونزیا هم آموختم. اینچنین من استحصال متاحف اطلس نسخه را در میان مردم ازبک تبار آموختم که تا قلمروهای شینجان چینی غربی پهن شده است. یک تحقیقات ویژه شما درباره گیومتری یا هندسه نقاشی و معماری در هنر اسلامی نام دارد. شما به طور جداگانه شکل و اندازه قالی‌های ترکمنی، ایرانی و ازبکی را آموختید. چرا اسم تحقیقات را چنین گذاشتید؟ سوالی خوب است. زمانی که در استورخانه نساجی شهری واشنگتن کار می‌کردم، با آموزش نمونه‌های نقش و نگارهای متا و قالی‌ها شروع کردم و بعد به آموزش تاریخ این نمونه‌ها در ساحه معماری پرداختم. نمونه‌های نقاشی‌ها مرا به درک بهتری گیومتری و سیمتری یا اندازه و نمود و هم متناسبی شکل‌های نقاشی‌ها وادار کرد. تناسب و موزونیت پایدار ساختار متا و همگونه محصولات نساجی است. این قاعده برای صنعت متا و قالی‌بافی و برابر با این در معماری، کلالگری و دوزندگی هم خیلی مهم دانسته می شود. در ادامه تحقیقاتم این موضوع به یک مرحله منطقی دیگری آموزش تبدیل شد. من حالا چون کوراتور یا تشکیل کننده این نمایشگاه کار میکنم، ولی آموزش گیومتری معماری در هنر اسلامی از کارهای خاصی من شد. یعنی به فکر شما دین اسلام در شکل و نمود و نمونه‌های خاصی در هنر نساجی تاثیرگذار شد؟ چند نمونه آن را که خاص صنعت نساجی آسیای مرکزی، خاورمیانه و دیگر کشورهای مسلمانی است مثال بیارید. Well, arguably Islamic are some of the textile patterns that we know from Sogdiana, and Sogdiana spread both from what is today Uzbekistan and Tajikistan. احتمالاً قدیمی ترین نمونه های اسلامی که ما می‌دانیم از سوغدیان است. سوغدیان در قلمروهای امروزه ازبکستان و تاجیکستان پهن شده بود. این یک مرکز تجارتی بود و در مرکز تجارتی شاهراه ابریشم در بین چین و غرب قرار داشت. نمونه های نساجی ساخت سوغدیان اصلاً از عهد سلاله ساسانیان ایران سرچشمه می‌گیرد که پیش از اسلام وجود داشتند و از حدودهای خریطه سیاسی ایران امروزه بزرگتر بوده است. نمای اصلی نساجی خیلی بروقت در عصرهای 7 و 8 میلادی رشد کرده است. یکی از نمونه‌های نقاشی‌های اسلامی استفاده دوره‌ها می‌باشد، چون که متاحف در روی دستگاه‌های متابافی عمودی و موج‌ها به شکل افقی افاده می‌شوند. از این رو تصویر کردن دوره‌ها کاری سخت است و شما باید هر یک اشاره را درست حساب کرده بعداً در روی نقش متا استفاده کنید. یکی از قدیمی‌ترین آثار هنری دوران ساسانی جواهرات می‌باشد. مثلا آویزه‌های مروارید. نمونه‌های از آویزه‌ها تا امروز باقی مانده‌اند که مثلا جانوری را افاده می‌کنند مثل پرنده، اسب، اسب پران، شیر، گراز یا سری گراز. نمونه‌های چنین نقاشی‌ها روی متا در نتیجه حفریات در قلمروهای چینی غربی هنگام تحقیقات در گورهای قدیمی واقع در منطقه شینجان کشف شده است.
و سهم افریودشناس اورل ستین خیلی بزرگ است. تحقیق آثار آسیای شرقی، آسیای مرکزی تا آسیای غربی، مثلا تأثیر هنر اسلامی در نمونه‌های نساجی مجموعه ژاپنی نره و یا گنجینه‌های عهد امپراتور شومو و هم دیرتر در گنجینه‌های کلیساهای اروپایی هم مشاهده شده است. یعنی تأثیر بسیار فراوان و عمیق گذاشته شده است. فرضیه من این است که صنعت فوق‌العاده نساجی بعداً در استحصالات وسیع استفاده شده است. My hypothesis certainly is that it was the extraordinary patterning of textiles that led to their being appreciated in so many different lands. Your experience in Iran before and after Islamic Revolution. شما پیش از انقلاب اسلامی و بعد آن در ایران کار کردید. کتاب عکس‌ها از زندگی قبیله قشقای محصول این کار شما است. کار در دو رژیم گوناگون برای شما یک محقق آمریکایی چی داد؟ Iran during two political systems. Yeah, living and working in Iran was absolutely an extraordinary experience for me. It was both before the revolution. تجربه کار و زندگی در ایران هم پیش از انقلاب و هم بعد آن فوق‌العاده جالب بود. یک کم پیش از به ایران برگشتن آیت الله خمینی ما کشور را توسط کوههای کردستان ترک کردیم. ما توسط آثارخانه لانترن در قلعه یزدگرد کارهای حفریات‌شناسی می‌کردیم. توسط قصر شیرین به عراق رفتیم و از آنجا به بغداد رسیدیم. دوام 2 سالی که من در ایران بودم هم از نظر رشد شخصی و هم کسبی این خیلی مرحله مهم بود، چون با مکان‌های فوق‌العاده جالب فرهنگ و زبان‌های مختلف شناس شدیم. While I was there, I studied Farsi, so یکم فارسی بلدم. به تاجیکستان کی سفر میکنید؟ Oh, it's going to be difficult for me to Okay, you plan a trip to Central Asia for coming. شما هفته‌های نزدیک نیت دارید به آسیای مرکزی از جمله به شهر خوجند تاجیکستان بروید. از این سفر چی را انتظارید؟ Yes. What do you expect to see there? Yes. Well, I expect that my Persian will have improved. امیدوارم کمی زبان فارسی من بهتر شود و من با مردم در تاجیکستان و تاجیک زبان‌های ازبکستان صحبت کرده توانم. من بسیار هیجان زده هستم. البته خوب میشد بعد دوشنبه و کوههای تاجیکستان هم سفر می‌کردم. And I would love to visit the mountains. You may know from news probably that احتمالاً شما از خبرها آگاه هستید که در تاجیکستان مقامات اساساً از زنها تقاضا میکنند که به اصطلاح لباس ملی ببر کنند و از پوشیدن حجاب و ستر و دیگر نوع لباس‌های اسلامی پرهیز کنند. آنها میگویند که این لباس‌ها تحت تاثیر فرهنگ بیگانه آمدند و پیشگیری آنها به هدف راه ندادن به پهن‌شوی عقیده‌های افراط‌گرایانه میباشد. به نظر شما آیا لباس میتواند پیامی داشته باشد؟ Yes, definitely. I think that clothing in general is بله حتما چنین است. به باور من تاریخاً لباس در همه فرهنگ‌ها چون وسیله مشخص و از هم جدا کردن یک گروه از گروه دیگر استفاده شده است. امروز کارمندان هر یک شرکت هوایی لباس خود را دارند تا که آنها را از دیگران فرق کرده توانند. این مثال عادی است. در زبان انگلیسی ما اصطلاح لباس سفیدها و لباس کبودها را داریم که اولی درباره کارمندان دفتر و اداره ها و دومی درباره کارمندان ساحه کشاورزی یا تجارت به کار می رود. لباس همیشه برای فرق گذاری استفاده می شد. شاهی گرانبها، متای جنسی دغل یا پارچه کتان که هم زمستانی سرد و هم تابستان ها پوشیده می شود. یعنی لباس همیشه با صفت متا، طرز دوخت، نقاشی رویش و وابسته به مود و گران قیمت بودنش برای فرق گذاری و هم با هدفهای هم مثبت و هم منفی استفاده می شود. زندانی ها هم با لباس خود چون شخصانی پشت پنجره شناخته می شوند. لباس سن و سال، جنس انسان و هم مشغولیت او را معرفی می کند. در مثال تاجیکستان مسئله فرق گذاری در لباس ملی پهلوی جالب موضوع است. در ازبکستان ما این را در مثال استفاده متاهای اطلس نسخه می بینیم. Or distinguish a national style. And we see that certainly with the use of ikat today in Uzbekistan. So anyway, do you think that government can dictate to یعنی به نظر شما مقامات می توانند امر بدهند که زن باید چی بپوشد؟ wear? What kind of clothes they have to wear? They can. I think the question is, should they? And I
I can't really answer that. آنها این کار را کرده می توانند ولی مجبور نیستند. برای من پاسخ دادن به این سوال دشوار است. در امریکا ما اکثر وقت در انتخاب لباس آزاد هستیم ولی البته فرق گذاری ها در سر و لباس ساکنان منطقه، محل یا شهر بوده می تواند. یا دارم ما در کناره های نیویورک یک دچه داشتیم و هر وقت آنجا می رفتیم لباس آزاد و غیر عادی می پوشیدیم. لباس ما از لباس شهری فرق می کرد. من آزادی بیانی را که در امریکا وجود دارد بسیار قدر می کنم. Than we would dress in the city. So the freedom of expression is something that I have appreciated in America. Thanks a lot. تشکر. کرول بیر خادم علمی مرکز مطالعات اسلامی در شهر برکلی امریکا مهمان رادیو آزادی بود. تشکر. تشکر به شما.